سلام، وقت شما بخیر. در این قسمت ویدیو ما البته فروش ادویه از طریق بارکد اسکنر البته انجام میدیم. ما روی قسمت صفحه فروش اصلی دواخانه در قسمت پایین میبینیم، کلیک میکنیم. این صفحه اصلی البته در اینجا میبراید. وقتی که در این قسمت آمدیم ما میایم برای انتخاب کردن از این لیست دوا. وقتی که تعداد دوا در دواخانه زیاد باشه، در حدود 200-300 قلم دوا باشه، ما نمیتونیم اینجا به یک شکل پیدا کنیم. بهتر راه آسانش همیسته که میایم روی بارکد اسکنر، فقط مستقیم روی بارکدش میایم و اسکن میکنیم. این دوا اینجا اتومات چه میشه؟ به صفحه اضافه میشه. درست است. پس میایم دوباره دوای بعدی رو اسکن میکنیم، این را اضافه میکنیم. پس میایم دوباره روی اسکنر توسط کامera میایم این را چه میکنیم؟ اسکن میکنیم. همین 3 قلم دوا رو که اسکن کردیم میایم دمی خلاصه صفحه آیا آمده یا خیر. همین 3 قلم دوا که اسکن کردیم در اینجا آمد، فقط روی تیر کلیک میکنیم، این فروش صورت میگیره. بسیار آسان و ساده.